شرکت کراپیران طراح و تولید کننده انواع روانکارهای خودرویی و شیمیایی، روغن و فرآورده‌های تخصصی مورد مصرف در صنعت خودرو مانند انواع محصول مایع ترمز، روغن موتور، ضد یخ و انواع روغن‌های صنعتی در سال 1369 شروع به فعالیت کرد و با استفاده از دانش فنی روز و کادر متخصص و مجرب، آزمایشگاه مجهز و مدرن و مواد اولیه مرغوب امکان ساخت انواع محصولات با کیفیت را فراهم نمود. در قلب صنعت خودروسازی، جایی که فناوری و نوآوری به هم می‌پیوندند، شرکت کراپیران با افتخار پیشتاز است. در خطوط تولید شرکت کراپیران، هر قطره روغن، هر ذره محصول حاصل دانش و دقت بی‌نظیر و بالایی است. از آزمایشگاه‌های شرکت کراپیران که همیشه عطر نوآوری می‌آید تا انبارهای بزرگی که نشان از آمادگی و چشم‌اندازی گسترده دارد، هر مسیری که دنبال می‌کنیم خود را در میان ماشین‌آلاتی مدرن و کارکنانی متعهد می‌یابیم. اینجا هر بطری چیزی بیش از یک محفظه ساده است، نمادی است از ارزش‌هایی که ما بی‌وقفه در پی آنها هستیم: دوام، قدرت و اطمینان. مشتریان بزرگی چون ایران خودرو، سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه آنها مثل ایساکو و سایپایدک، گروه بهمن، مدیران خودرو، خودروسازی فردا، کویر موتور، انتخابشان شرکت کراپیران است، چرا که ما در هر قطره، هر محصول وعده‌ای از تعالی و اعتماد را نهفته ایم. شرکت کراپیران نه تنها یک نام است، بلکه نمادی است از ارتقاء پیوسته و استانداردهایی که با هر محصول سربلندانه بالا میبریم. خط تولید ما قلب تپنده مجموعه صنعتی ماست، جایی که دانش فنی و شور نوآوری در هر مرحله تک به تک با تمرکز و دقتی بی‌بدیل در هم آمیزند. از فرآیندهای پیچیده تبدیل نفت خام به روغن پایه تا طراحی دقیق برای ترکیبات شیمیایی که هر روغن موتور، مایع ترمز و ضد یخ را منحصر به فرد می‌سازند. مدیریت شرکت جهت دستیابی به اهداف خود و با توجه به بازار رقابتی کنونی در عرصه بین المللی، جهت‌دهی و تلاش خود را بر اصول بنیادین ذیل متمرکز نموده است. ارتقاء سطح کیفیت محصولات، ارائه محصولاتی با قیمت رقابتی، بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت، تحویل به موقع محصولات بر اساس سفارشات مشتریان، افزایش هرچه بیشتر سهم بازارهای داخلی و خارجی با افزایش فروش محصولات، به کارگیری پرسنل مناسب و کارآمد و ارتقاء دانش و مهارت‌های ایشان از طریق آموزش‌های لازم و مستمر. بر این اساس شرکت کراپیران محصولات خود را مطابق با استانداردهای روز دنیا تولید و موفق به اخذ استاندارد ملی ایران برای همه محصولات و همچنین اخذ گواهینامه IATF و نیز اخذ تاییدیه از کلیه شرکت‌های خودروسازی داخلی مانند ایران خودرو گردیده. لذا مدیریت شرکت با اعتقاد راسخ به این اصل که همواره حق با مشتری بوده و همواره این اصل به عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی شرکت می باشد، لذا هدف اصلی خود را جلب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان با برآورده ساختن کیفیت تعهد شده و مورد تایید و انتظار آنان قرار داده و در جهت رسیدن به اهداف خود حتی نام شرکت را نیز برگرفته شده از این اهداف کیفی و مهم انتخاب نموده است. کراپ یعنی کیفیت برتر محصولات، رضایت بیشتر مشتری، اطمینان خاطر مصرف کننده، پیشرفت مداوم. شرکت کراپیران